سلام، مخلص شما موشکافم. آقا کار کوسه و سیدعلی داره به جاهای باریک میکشه. نزدیک نمایش انتخابات خبرگان سیدعلی اول هیکل باندشو که جنتی باشه فرستاده تو لینک تا کوسه رو درست حسابی بچلونه. تنها نهادی که درباره رهبری میتواند تصمیم بگیرد خبرگان است. این مجلس خبرگان است که میتواند رهبر را عزل و قدرت وی را محدود کند. بنابراین در حال حاضر که عده‌ای میخواهند با نفوذ به مجلس خبرگان این سنگر را فتح کنند، وظیفه شورای نگهبان سنگین تر می شود. زیاد سنگینش نکن، کمری میشی. بابا خودتو لوس نکن مینی دایناسور. بگو کوسه خیز خبرگان برداشته و خلاصمون کن دیگه. همچین میگه عده‌ای، انگار همه مثل خودش گاگولن. کسانی که سنگر اول را فتح کردند در پی تصرف مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی هستند. آخه جنتی لعنتی، سود زدی که. مگه یادت رفته سیدعلی بعد سال تحویل چی گفت؟ سالی که گذشت اعلام شده بود که سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی است. حماسه سیاسی به حمدالله در عرصه‌های مختلف به بهترین وجهی صورت گرفت، هم در انتخابات هم در راهپیمایی‌های بزرگ. این زهر خورده تلس شکسته واسه اینکه خودشو از تک و تا نیندازه میگه انتخابات حماسه سیاسی بود. بعد تو میگی تو انتخابات سنگر اول عظما رو تصرف کردن. دوغ ترشیده بخوری ماموت. به تو چه فضول، به تو چه فضول. چخه بابا چخه، زق نبود؟ من موشکافم، همه چیزم به هم مربوطه. حالا بگو ببینم واسه این که کوسه خبرگانو از چنگتون در نیاره چه غلطی میخواید بکنی؟ سنگر شورای نگهبان در راستای حراست از نظام اسلامی نفوذ ناپذیر است. شورای نگهبان 300 تا 400 هزار نفر ناظر در سراسر کشور دارد و نخواهد گذاشت دوباره مانند زمان فتنه افرادی قصد ابراز تقلب در انتخابات را داشته باشند. اینم از سوتی دوم. اولا تو واسه کوسه نمیتونی خالی بندی 400 هزار تایی بکنی. تجربه خالی بندی و تقلب اون از شما کمتر نیست. ثانیاً ما نفهمیدیم تو واسه فیتیل پیچ کردن کوسه اومدی یا واسه کشیدن کنده سیدعلی؟ هی نگن انتخابات باید آزاد باشه. خب معلومه که انتخابات باید آزاد باشد. مگه از اول انقلاب تا حالا ما 30 و چند تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟ تو کدام کشور دیگر انتخابات از اونچه که در ایران میگذرد آزادتر است؟ آره ارواح احمد خیلی آزاده. جنتی و اوباشش صف کشیدن تا آزادانه انتخاباتو کنترل کنن که یه وقت اون یکی جناح لقمه چپش نکنه. وضعیت قرمزه، اساسی هم قرمزه. این وسط چه کوسه قاپ عظما رو بدزده و چه عظما قاپ کوسه رو. ارلهای سودش میره تو جیب موشکاف و برابر، چون بدجوری در رفته کش ولایت سیدعلی. در رفته کش ولایت ما خاک شیر شده طلسم عظما. خط و خط شده نظام به بلا، وضعمون خراب شده. وا ویلا وا ویلا وا ویلا، دیگه گذشته زه از سر عظما. محل سگ نمیذارن به آقا، جر و جر شده هماش ماشالله. وضعمون خراب شده. وا ویلا 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 وا ویلا.
ای والله انفاسكم